یک ضرب المثل هست. دشمن زیرک از دوست نادان به است. من دشمن شخصی شما نیستم. من دشمن سیاست شما هستم. لیکن من همچون دوست برای شما میگویم. فقط دوست میتواند حقیقت رو گوید. دیگر شما نمیتوانید که این وضعیت رو تغییر دهید. دیگر شما نمیتوانید که راهبری کنید. شما یک سیستمی ساختید که نه تنها مردم قربان شدن، بلکه آخرین قربانی این سیستم خودی شما میشوید. اگر شما اختیاری به استعفا نروید، شاید بعد 1 سال یا 1.5 سال مردم امیدش را از انتخابات از دست میدهد و به عملهای دیگر رو میبرد. شاید جنگ پارتیزانی سر میشود. شاید قتل و کشتار سر میشود. و شاید به سر شما هم بدبختی های زیاد میآید.